مطمئن باش زندگیت بعد از دیدن این پست تغییر میکنه. خداوند به موسی وحی کرد که دفعه بعد که میخوای به مناجات من بیای، یه موجودی رو همراه خودت بیار که تو خودتو از اون برتر بدونی. حضرت موسی هم شروع به گشتن کرد و رفت سراغ دزد و قاتل و آدمهای بددهن و وقتی با خودش فکر میکرد هیچ کدومو از خودش بدتر نمیدونست. پس از دایره آدمیان خارج شد و رفت توی حیوونا بگرده و وقتی در حیوونا گشت هیچ حیوونی رو پیدا نکرد که از خودش بدتر باشه. پس دست خالی میره پیش خداوند و خدا بهش میگه که موسی پس چی شد؟ قرار بود یه موجودی بیاری که تو ازش برتر باشی. حضرت موسی میگه من موجودی را نیافتم که ازش برتر باشم و خداوند اونجا وحی میکنه به عزت و جلالم سوگند که اگر خودت رو برتر از چیزی میشمردی تو رو از دیوان پیامبری حذف میکردم. حالا ببین چقدر وقتا شده وقتی ما یه صفت بالاتر از دیگران داشتیم شروع کردیم به فخر فروشی و خودمون رو برتر از دیگران دیدیم. طرف یه سفر خارجی رفته توی جمع مخصوصا بحث رو میکشه به جایی که بتونه بیان کنه که من این سفر خارجی رو رفتم. یا خیلی از افراد خودشونو مؤمن میدونن و بقیه رو کافر. میگه فلانی کافره چون حجاب نداره، فلانی کافره چون نماز نمیخونه، فلانی کافره چون دینش دین اسلام نیست. هر جا که ما بقیه رو کافر دونستیم و در مقابلش خودمون رو مؤمن، باختیم رفیق. داشتن این صفت اجازه نمیده در کسی رشد و تکامل اتفاق بیفته و روز به روز فاصلمون از خدا بیشتر میشه. آیا تو هم با اینجور افراد برخورد داشتی؟ واکنشت چی بوده؟